راجع به عیسی مسیح پسر خدای حیه. که پسر خدا بودن به معنی فرزند خدا نیست. برای شما باز کنم، بعضی مواقع افراد سر این موضوع مشکل دارن. یعنی چی عیسی پسر خدا؟ مگه خدا پسر داشت؟ لم یلد و لم یولد و لم ولد. اوکی؟ و حالا من نمیدونم چی میگم، ولی خب سوال اینه که یعنی چی استغفر الله؟ مگه خدا این داشت؟ خب گوش کنید، هیچ جای کتاب مقدس نمیگه عیسی فرزند خداست. عیسی پسر خداست. فرزند با پسر فرق میکنه. اگه تو ترجمه های تفسیری بعضی مواقع ممکنه یه نفر الان داره برنامه های ما رو پیگیری میکنه، داره میگه اوکی من کتاب تفسیری دارم همش نوشته فرزند. اوکی، خودت داری میگی تفسیری برای اینکه شخص در واقع یه ذره بیشتر درک بکنه که در واقع پیغام انجیل و کتاب مقدس چیه. وگرنه شما وقتی ترجمه های دقیق رو میخونید، ترجمه قدیم رو میخونید یا ترجمه 1009 رو میخونید، هیچ جای کتاب مقدس نمیگه عیسی فرزند خداست. اگر تو سرودها هم میبینید که یه جای عیسی فرزند خداست، به خاطر کلمه قافیه‌اش باهاش جور بیاد، ولی کتاب مقدسی نیست. اینو راحت به شما بگم، کتاب مقدسی نیست. فقط یک جای کتاب مقدس هست، فقط یک جای کتاب مقدس هست عیسی رو فرزند میخونه، فقط یک جا هست، اونم زمانی که مسیح در واقع عید پسح رفته بودن با مریم برای مراسم عبادتی، عیسی را 3 روز در واقع احساس میکنن گم کردن. مریم هم در واقع در میان راه میفهمه عیسی نیست، خیلی نگرانه، به عنوان در واقع یه مادر جسمانی نگرانشه و در واقع بعد از 3 روز که پیداش میکنه میگه داره در یه جایی نشست، داره با ملاهای یهود بحث میکنه و بعد اونجا در واقع بهش میگه ای فرزند، خب چرا با ما این کار کردی؟ تنها جایی هست، اونم چی؟ خود مریم داره میگه، یعنی احساس مادریشو داره میگه. کتاب مقدسی صحبت نمیکنه، میگه احساس مادریش، نگرانمون که ای فرزند چرا با ما این کار کردی؟ چی شد که مثلا تو دوم همراه ما نیومدی؟ که اونجا مسیح بهش میگه هیچ کس ندونه، تو که میدونی من باید در امور پدر آسمانیم باشم. مردم نمیدونن من کیم، تو که میدونی. تو که جبرائیل اومده بود، تو که بهت گفت باردار میشی، تو که گفت این پسر خدای حیه، تو که میدونی، درکت میکنم، احساست میکنم، این رحم برای مقدسه، احساس داری 9 ماه منو با قول معروف در رحم نگه داشتی، اومدی اون جسم انسانی من رو به هر حال حمل کردی که اراده پدر به انجام رسیده، اما حواست باشه احساسات مادری جلوی اراده خدا رو نگیره. اما پسر خدا یعنی چی؟ در زبان عبری که این سوال خیلی از مردم ایرانی و فارس زبان ها در همه جا هست و خیلی به هر حال توضیحات میدن، شاید خوب براشون باز نشه. در فرهنگ یهود واژه پسر، پس گفتم فرزند نیست، واژه پسر به این اشاره میکنه که در واقع یه رابی یهودی، یه مکتبی، کسی که در واقع یه رابی بود، یه معلم یهود بود، شاگردانی داشت. اون شاگردانی که در واقع یکیش بهترین شاگرد بود، عالی ترین شاگرد بود، در واقع تمام استانداردهای استاد رو داشت، از نظر اخلاقی، شخصیتی، علمی، همه اینها رو داشت. در واقع به اون میگفتن پسر استاد مثلا شمعون، پسر استاد مثلا هیلیل، پسر استاد فلانی، در صورت که ممکنه پسرم نداشت، بچه هم نداشت. این شاگردا بهش میگفتن پسر استاد فلانی. اگر استاد یه روز نبود میگفتن استاد مثلا شمعون کجاست؟ میگه استاد نیست، اما پسرش اینجاست. تو مکتب خونه‌های قدیم هم اینطوره، حتی تو تیم‌های فوتبال یا کسایی هستن، عزیزانی هستن، برادرم خسرو اینجا، یه فوتبالیستی که خیلی در واقع با اون مربی چی بود، میگفتن پسر مربی فلانیه. تو خونه‌اش میومد، همه چی در واقع یه جوری انگار بچه اونا بود. به این میگفتن در واقع پسر جسمانیش نبود. پسر صاحب شباهته. اون ضرب المثل فارسی هست که میگه پسر کون نشان دارد از پدر وگرنه او را نخواندش پسر. راجبه یه شباهته که در واقع داره میگه هر کس مرا دید پدر را دید. پس این نیست که در واقع حتما یه خدا پسر فرزند داره. پسر راجبه شباهته، هر کس مرا دید. به همین دلیل پسر یعنی چی؟ وقتی مسیح در واقع داشت در واقع شفا میداد، داشت میگفت نگاه کن پدر رو ببین، منو میبینی، پدر رو میبینی، چون قلب پدر شفاست، قلب پدر زندگیه، قلب پدر سلامتیه، قلب پدر اینه و منم دارم اراده پدر رو انجام میدم. به این میگم پسر خدا. متوجه شدید؟
در واقع اون بعد از خدا که جسم انسانی میپوشه، بعد الهی، بعد جسمانی با هم میکس روی زمین داره کار میکنه، بهش میگن پسر خدا. پس پسر خدا فرزند خدا نیست که بعضیا مثلا میگن که آره مثلا خدا یا روح القدس با مریم، اصلا این کفره. ما مسیحیان نه باور داریم نه اجازه میدیم که کسی همچی فکری بکنه و همچی چیزی هم در واقع ارائه نمیدیم. و این مکاشفه است که در واقع تو هستی خدای جسم پوشیده رو زمین، در واقع پسر خدا، خدای مجسم شده است که مسیح میگه، یوحنا میگه در ابتدا کلمه بود، کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه جسم گردید در میان ما ساکن شد، جلال او را دیدیم، شایسته پسر خدا. این جسم پوشیدن خدا روی زمین بهش میگن پسر خدا.